میجنگن. بعد از این کشتی ما فینال وزن 60 کیلوگرم رو خواهیم داشت. فینال وزن 60 کیلوگرم. ببینیم اول این دو چه خواهند کرد. تا اینجایی که بنده آمار گرفتم تیم مجارستان خیلی قوی ظاهر شده این دوره از مسابقات ترکیه، آذربایجان و اینجا ما یه گرجستانی رو داریم. گرجستانی هم همینجور. کشتی فرنگی قهرمانی اروپا. این دو برای کسب مدال برنز می جنگن، رده بندی. بعد از این ما فینال رو داریم. من نبرد سر برنز در وزن 97 هم برای شما عزیزان کوشش خواهم داد، چرا که آرتور الکسانیا رو تشک خواهد آمد. شوازه 31 سالشه، اروپا مدال داره. قهرمان جهان اروپا بوده. 30 سالشه چوبانی. 2 بارم المپیک رفته. خلاصه بدونید همه عنوان دارن، یعنی کسایی که میان رده بندی و فینال اینجور نیست که صبح خواب بلندشن بیان رو تشک. همشون عنوانهای اروپایی و جهانی دارن. خب شوازه رو در خاک میشونن. قانون جدید کشتی فرنگی 1 امتیاز اول برنده میدانه، در صورتی که 1 ککشن اونی که اول امتیاز رو گرفته. 2-3 بار اتفاق افتاده. دیروز سمونوف اینجوری برد در سنگین وزن 1-1 برد. خب ببینیم چوبانا چه میکنه. سریع بلند شد، او هم به دنبال لیفته، سعی میکنه لیفت رو بجرا بذاره. 2 تا دادن. 2 امتیاز. 2 امتیاز. من فکر کنم نقشه 4. چرا 4 تا ندادم؟ یا من که میگم پا رو گرفته. من فکر کنم 4 تا داشت، حالا نمیدونم. یا می که پا رو گرفته. دست رو ببینید. دست رو ببینید. دست رو ببینید کجاست. دست شوازه ببینید کجا رو گرفته. ببینید دست رو ببینید. اون دست اونور. کاملا او رو چرخوند. فول هم کرده. خب تا اینجایی که روی تابلو امتیازات زده 3-0. 1 دونه به خاطر اخطاره. شوازان داره عضلات، ببخشید چوبانی داره عضلات زیر بغلش رو به رخ شما میکشه. خب بله 4 امتیازه. چجور 2 تایی دادم من نمیدونم. 4 تا داره. بله بفرما. 5-0. آقا سوت طلایی رو بفرستید. البته همه شما عزیزانم یه سوت طلایی برای شما میفرستم، چون میدونم ایرانی ها که کشتی رو نگاه میکنن اطلاعاتشون بالاست. حالا بگذاریم که 2 تا دکور گاهی اوقات چیزایی مینویسن. الان من یه هفته است بایستی در تلاش اینم که به یه سری ثابت کنم چرا تیم ایرانیست، چون قهرمانی اروپاست. داره باز مینویسه چرا. چی بگم دیگه. خب 5-0 چوبانو جلوه. شما کشتی رده بندی و این دوره از مسابقات قهرمانی اروپا رو از اینستاگرام بنده
بابک رسلینگ کشتی ها رو میبینید. ما به هیچ کی هم اجازه ندادیم تو کانال یوتیوب کشتی ها رو از این زاویه دوربین با صدای ما صدای ما پوشش بده. خب یعنی برای ما آینده مشکل ساز خواهد شد. 5-0 شیوبانو در مقابل شبدزه. دوبند آبی جلوه، عنواندار جهان اروپاست، اما تو نیمه نهایی فکر کنم 8-0 باخت چوبانو. فکر کنم امتیاز خیلی بالا. بله فکر کنم همینجوری باخت این کشتی. 3 دقیقه اول به اتمام میرسه. بعد از این کشتی ما فینال این وزن رو داریم. امروز روز آخر مسابقات. بنده امروز صبح موقع صبحونه داشتم با جناب تاگل صحبت میکردم. میگفت که من آرزوم اینه که یه فدراسیونی مثلا لحاظ تشکیلات، میگفت مثلا من دوست داشتم مثل ایران بسازم. اینو گفت. آقا رفته دیده دیگه. اما گفت دوست دارم شهرستانام هم قوی باشه. اینم گفت من دوست دارم تو شهرستانام شهرهای دیگه هم ما باشگاهی خوبی داشته باشیم. حالا نمیدونم بودجهش از کجا میخواد گیر بیاره. هدفش خیلی روی شهرستان ها هست. خب 5-0 جلو 2 دقیقه و 50 ثانیه. چون به یاد داشته باشید خیلی از کشتیگیران معمولا از اطراف میان، جایی که شاید فقیرترن، شهرستان ها. حالا به هر تو خود ایران شما نگاه کنید در حال حاضر شهرستان ها خیلی کشتیگیر میفرستن. باشگاه های شهرستان ها بایستی بهشون رسیدگی شه. خب اون سرگردن داره کار میکنه چوبانو و شوزه کام. حالا دوباره لیپتو بشتا گذاشت. چقدر تو زیرکی چوبانو، چقدر زیرکه چوبانو. نگو قدرت چوپانی بگو. بیا عجب چقدر شوزه رو قشنگ گول زد. آقا این میره جزء هایلایت میشه. چوبانی نگو چوپانو پر قدرت. شما نمیدونه این چوپانا اون بالا چه قدرتی دارن. ما تابستونا که تو کوه میریم این بنده خدا تو ارتفاعات دستتو بگیرم با یه دست خدافظ، پوستشو میکنن. اینقدر زحمت کشیدن. این آقا اینقدر زحمت کشیده، دیدیم قدرتشو. حالا اون کی بود که اینو برد رفت فینال؟ از کجا میدونیم؟ به زودی کشیشون میاد. بله 4 تا 9-0 این کشتی رو میبره. 2 تا 4 تایی گرفت. یه دونه هم اخطار. چوبانو کشتیگر پرقدرتیه، بسیار کشتیگر پرقدرتیه. خب 11-0 شوازه رو میبره. شوازه که داره گریه میکنه. خیلی جامون، 2 بار جامون. همین بلا دیروز سر علی ارسلان و محمد جامون. یه لحظه. خب میریم فینال این وزن. بنده قد میکنم درجا با فینال برمی‌گردم.